خری آمد به سوی مادر خویش، بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش، برو امشب برایم خواستگاری، اگر تو بچه ات را دوست داری. خر مادر بگفتا ای پسر جان، تو را من دوست دارم بیشتر از جان، ز بین این همه خرهای خوشگل یکی را کن نشان چون نیست مشکل. خرک از شادمانی جفتکی زد، کمی نمود و پشتکی زد، بگفت مادر به قربان نگاهت، به قربان دو چشمان سیاهت، خر همسایه را عاشق شدم من، ز زیبایی نباشد مثل او زن. بگفت مادر برو پالان تن کن، برو اکنون بزرگان را خبر کن، به آداب و رسومات زمانه شدن داخل به رسم عاقلانه. دوتا پالان خریدن پای عقدش، به افسار ابتلا با پول نقدش، خریداری نمودن یک دبیله، همان طوری که رسم است در قبیله. خر عاقد کتاب خود گشایید، مثال عقد ایشان را نمایید. دوشیز خر خانوم آیا رضایی، به عقد این خر خوشتیب درایی. یکی از حاضرین گفتا به خنده، عروس خانوم به گل چیدن برفته. برای بار سوم خر بپرسید که خر خانوم سرش یک بار جنبید، خران ارعر کنان شادی نمودن، به یونجه کام خود شیرین نمودن، به امید خوشی و شادمانی برای این دو خر در زندگانی.